سبحان الله. مادرت در سینه خوستین با تو داد، غنچه تو از نسیم او کشاد. دولتی جاوید از او آموختی، دولت یافتی خانه و در کردی، پدر مادر خاله گپی زن بالا هست همین روز. زن زور ده خانه، برای که زن ای اسلام دوره. زن سوره الحمد نمیدونه، قل اعوذ برب الناس نمیدونه. برای او زن برای فرزند جواب میگه. الله میگه ثم لتسالون یومئذ عن النعیم. ای محمد از کدام نعمتی که تو استفاده میکنی جواب میگی. اینا ما شرچای خورده جواب میگیم که الحمدلله که قرآن میخونیم، نماز تهجد میخونیم، نماز بامداد میخونیم، 1000 مرتبه شکری خدا لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم. الذي خلق الموت. شو الله حیات نگفت برای که حیات ما و شما موقتیه، گذراه. الله بیان میکنه بسم الله الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل. ای محمد بگو زندگانی دنیا قلیله، تیز گذراه. نگاه کن، قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. اینما تکون یدرکم الموت. شما در کی جایی که باشه میگه مرگ شما را جستجو میکنه. چی خانه های با حشمت، چی پولدار باشین، چی منصبدار باشه، چی ایشان ملای فرقی نداره، موت در سراغ شما میاد. وقتی که در امتحان خدا قرار کی داشته باشیم، ما باید کمبودی هامون را اصلاح کنیم. پدر را حرمان نکنیم، پدر را همسایه قتی خوش معامله رفتار کنیم. یک کس بدید میکنه خوبی کن، انا بعد چی میشه؟ وارد جنت میشه. جوانی اومد گفت که جنت چند قد دوره؟ گفت جنت پای چپت در بالای نفست بمون، پای راست قد جنت. کی میکنه این کارو؟ سوال پیامبر اینه که خیلی اون گفت که در حضرت ایشان نمیخواد. گفت جنت چند قد دوره؟ با پای چپت نفست بجق دمش بگیره، با پای راست جنت بتره. همین کرتا تبتی عکا تپوشای می نفسه یوخی طلا بته موشینه بته های کنه یک حق زمین تبتی جنگ نمیخیری میره جنگ ده حق دعای خیر بعدی مردان بگی سود بازی که پدان علاب حق خورا نمیخیری میره دوزه. منو توریه حضرت میگه مولای جونو که چشم بکشا، اگر چشم تو صاحب نظر است زندگی از پی جهان دیگر است. اگر 1000 اعتکاف بشنیم، 100,000 بار حج بریم، همسایه ایمو راضی نباشه فایده نمیکنه. اکد زن فرزند اگر راضی نباشه فایده نداره. میگه دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. رسول خدا خانه خدا را طواف میکرد، میگفت وی خانه حضرت ابراهیم به فرمان الله تیره بنا کرده. کسی بیای طواف کنه مثل نوع مادر طواف نه که دل بنده مومن است بزرگ. تموم شده دعا میکنیم میخوای بخریم بود چی دیگه؟ اللهم لك صمت و بك آمنت و علی عهدك ولصوم غریم من شهر رمضان الذي فريضة. خداوند تنصیحتی و خوشی روز قیامت از لوای پیغمبر خدا شفاعت ممکنه ما شریف رمضان شد. به عقلیه که به ادبی کریم بخشش آن ما گفت خودش رمضان کی میتونه الله روز قیامت الله میتونه ها کردم کو خیلی باش ما بکنیم. الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الله تبارک و تعالی میگه که روز قیامت پیغمبر خدا میگه حدیث صحیح هم اجرش ملائکه معکلان مینیسه. میگه معکلی طرف دست راست چپ مینیسه. الله میگه روزدار میگه یک دروازه ای که با در ریان میگن این دروازه را روزدارانی که به اخلاص روزه گرفتن وارد جنت میشوند. پنهانی میتونه هر یک انسان برای شوربه را بخوره و پلاشوی بزنه و خیکنه بگه من روزدارم. یک جوش میدونی میگه من روزدارم روش سیاه.